700 سال پیش در اصفهان مسجد ساخته می شد. کار تمام شده بود و کارگران در حال خرده‌کاری های پایانی بودند. یک پیرزن از آنجا رد می شد و ناگهان استاد و گفت به نظر می رسد منار مسجد کج است. کارگران خندیدند، گفتند مگر می شود، ما سالها روی این کار کردیم. ولی معمار با صدای بلند گفت ساکت، برید چند تا چوب و وسایل بیاورید. چوب را به منار تکیه بدهید. 1 2 3 فشار دهید. چطور شد مادر جان؟ حالا درست شد؟ به نظر منار صاف شده. با دعا کنان از آنجا رد شد و رفت. کارگران گفتند مگر می شود که با چند تا فشار و چند تا چوب منار را صاف کرد؟ معمار گفت نه، ولی من جلوی شایعه را گرفتم. اگر پیرزن از اینجا می رفت و به اشتباه به مردم می گفت که منار کج است و شایعه کج بودن منار بالا می گرفت، دیگر نمی شود، هرگز نمی شد دیگر در نظر مردم منار را صاف کرد. ولی من با چند تا چوب و وسایل منار را برای همیشه صاف کردم. شایعه پراکنی نکنید، از شایعه بترسید.